عبدالحلیم سچکین دورو هبر با آلیکاریا خوده اف 26 روزن شر سیونیستن اسرائیلی ارتش امریکایی و هفکارن وانندن سویلن غزه بمب باران دکن زاروک پیرک و اختیارن بگونه کسیم بیچارتن قتل کرن جعرده هوا و بحره بتونان بمبیان دبارین سروان تو جداتی ناکن نافبر مکتب نخوشخانه جامی دیر و کچیان خرادکن ناهلن تو آلیکاریا انسانی و مروواهیت کهون غزه وکا حضرت حسین و مالباتاوی چاواج دلوپک آوه به پارهشتن آنها غزه لبر چاوین همو عالم انسانیت لبر چاوین مسلمانان به آو و به خوارن تهشتن داخویانی و بیان مسلمانان جگوتنان ویده ترناچن چاواکو حضرت نوح جخوده را دعا کربو و گوتبو خدای من ام مسلمان ویوان مغلوب بکن تیک ببن لیته لباخوه انسان دکشتی ده خلاص کربو براین مین غزه جی لباخوه جزلما وان ظالم و جانیان بپاریزه وان سرفراز بکه چاواکو تا قوم حضرت نوح به طوفان حلاق کر سیونیست اسرائیل هفکار و شریکن ویجی حلاق بکه روی مجاهدن که به امکان خوین هندک و لهمبر وان مجادله ددن بکنینه روگش بکه وان سرفراز بکه فزه توپ و گلین که داویجن وان اصابت بکه تچاواکو کسیم به حضرت صالح باوری آنی خلاص کر براین مجی سرفراز بکه تچاواکو قوم سموت بدنگه که ترسناق حلاق کر سیونیست اسرائیل دستکوان وی امریکا و شریک وانجی حلاق بکه دنگه که بشین سر وانکو بلابه تفگر و حرکت بمینن قوت بدوان مجاهد و میرخاسن که به تکبیران مجادله ددن جباخ و قوت که بدوان صبر و ثبات بدوان قهرمانان خدای من تچاواکو کفر لسر قوم حضرت لوط باراند با لسر وان را کر و بوانان حلاق کر سیونیست اسرائیل دستکوان و امریکا هفکار و شریکن وانجی حلاق بکه قهر و پریشان بکه تکبون و مغلوبیت وان حیا قیامت وک درس و عبرت که بهیله جغیر خانم حضرت لوط تچاواکو مالباتاوی خلاص کر همو براین مین فلسطینی جی جوه تنگاسیه جزحمتیه و بیچارتیه درخینه خلاص و سرفراز بکه خدای من فرعون زاروک دکشت که موسی یک جناف قومی وی در نکبه تچاوا فرعون و مالباتاوی ده بحر ده خنقاند حضرت موسی و باورمندین پیرجی جبحر در باز کر وان قاتلین زاروکان هفکار و شریکین وان امریکا و یندنجی ده بحر ده بخنقینه وان ده چوله ده شاشو متال بهله مجاهدان جی سرفراز بکه خدای من اف کسان که دبیجن ام جواک و کومک و سانه که پشتوانی و آلیکاریه یعنی هیز و قوت ددن هفدو زیارت دستکوانی و پشتوانی الهفدو دکن لهم بر مسلمانان دبن یک خدای من تچاوا که مشریک لبدره تک بر مغلوب کر لپاش خو میزه نکرن و رویان سیونیستن اسرائیل دستکوانه و امریکا و شریکن وانجی تک ببه مغلوب بکه مجاهدان جی سرفراز بکه جباخ و آلیکاریه بدوان لیوان به انصاف و آلیکاریا مسلمان عجز و به غیرت را روبرو نهیله